وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. رواه ابو داود. انس رضی الله عنه فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم همیش بودن میگفتن: اللهم اینی اعوذ بک من البرص، یا الله به تو پناه میبرم از مرضی برص، مرضی پیس. این مرض اگر به کسی اصابت کنه، دسته ها یا چهره یا پاهای انسان سفید می شود و نوعی نفرت در انسان میارد که دیگرها وقتی که به چهره انسان، به دست انسان یا به پای انسان جایی که پیس شده اگر نظر کنن، طبیعتشان از این انسان میگیرد، تنفر پیدا میکنن. والجذامی، و همچنان به تو پناه میبرم از مرض جذام. جذام مرضی است که اندام انسان را قطع میکند، میخورد، از بین میبرد یا موهای انسان میریزاند. وقتی که مرض جذام به دست و پا و غیره اندام انسان اگر خدای نخواستد اصابت کند، آهسته آهسته دست و پا و هر عضوی که اصابت شود به مرض جذام به او را میخورد، از بین میبرد. والجنون، و همچنان پناه میبرم به تو از مرض جنون، دیوانگی، که انسان عقل خود را از دست میدهد و تصرفات انسان غیر عاقلانه می شود و این هم مرضی خطرناک است که انسان از حالت عادی به حالت غیر عادی برمیگرده و گاهی هم سببی رسوایی انسان می شود. و از این رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله پناه خواستند. و من سیء الاسقام، و پناه میبرم به تو از بدترین مرضها. اسقام جمع سقم، مرض میگه، از بدترین مرضها به تو پناه میبرم. کلمه سیء الاسقام همه امراض بد و همه امراض خطرناک را شامل میشه، به شمول مرض سیل، مرض ایدز و مرضهای که در این زمان بیشتر انتشار دارد که به نام ویروس کرونا و ویروس های خطرناک دیگری. همه امراض خطرناکی که بظاهر بدن انسان را تباه می سازد یا در معنویت یا در داخل قلب انسان را از بین می برد، همه این مرض ها را انسان از اینها به الله تعالی پناه میبرد و یگانه تکیهگاه الله تعالی است که بجز الله ذات دیگری نمیتواند که انسان را از این مرضهای مهلک و خطرناک حفاظت کند. الله تعالی از تمام امراض معدی و ساری و مرضهای مهلک و خطرناکی ما و همه جمله مسلمان ها را نجات بدهد.